زبان یاد دادن کافی نیست، معرفت یاد دادن مهمه. که ارمنی که هیچ وقت ایران را ندیده بدون ایران چیه بفهمه که بزرگان ایران کدامند. وقتی وارد کلاس میشم اول برای معرفت ایران صحبت میکنم، اول برای اون مکتب صحبت میکنم که ما کجا زندگی کردیم، کجا به دنیا آمدیم و زادگاه ما چگونه به ما درس انسانیت داد. ببینید یک طرف رودخانه کلیسای استفانوس مقدسه یا غره کلیسا و ایرانیا آن را بازسازی میکنن. عجیبه، ایرانیا بازسازی میکنن. و طرف دیگر رودخانه تمام میراث فرهنگی رو نابود میکنن. این فرق فرهنگی ایران و کشورهای دیگر، این بزرگی ایران، این معرفت ایران، این عشق ایران نسبت به مردم جهان.